سلام، امیدوارم که حالتون مثل همیشه عالی باشه. به یکی دیگه از ویدیوهای من خیلی خوش اومدین. ما امروز مهمون خواهر کوچیکه هستیم، فاطمه جان. بعد امیدوارم که بتونم امروزم براتون یه ولاگ عالی بگیرم. محمد مشغول کاراشه. درست جمعه است ولی واسه من جمعه روز کاریه. زهرام همینطور. من یه ویدیو آپلود کردم به این همین الان رو می‌بینیم. زهرا یسنا یسنا. دختر فاطمه جون است. یاسا بذار. خیلی خوشگله، مبارکت باشه. مبارکه. خیلی خوشگله، شبیه آینه است. بازه که شکل اینجوری یاسنا ترکیبشو میگی چیه؟ موادش ژله آلوورا با توت فرنگی. ژله آلوورا با توت فرنگی. به به دسرای یاسنا جون حرف نداره. دستت درد نکنه عزیزم. سوپایی که شما که نمیرسه ماشاءالله تبریزی‌ها دستپختشون فوق‌العاده خوب. دستپخت شما هم که عالیه. خاله چیکار کرده؟ خاله مثل همیشه گل کاشته. همه رو چیده. بابا چه زن. مرسی، دست شما درد نکنه. دست شما هم درد نکنه که اینجا هستیم. مرسی عزیزم. بازم سر سفره همه گوشی به دست. حسابی زحمت دادیم، دستتون درد نکنه. خب یسنا جون میخواد یکی از کارهای زیبا به اسم یسنا چی؟ قوقای ستارگان. قوقای ستارگان. ستارگان. اومدیم خونه همسایه فاطمه اینا. دخترت دیگه. آره نظریه سمنو دارن هر سال. قسمت بود خواهرم هم بیاد از تبریز اومده بود مهمونی دعوت بودیم دیگه. شما زنگ زدی که یه نود. آره دستتون درد نکنه. گوشیم افتاد تو خمیر
برامون یه وقت نبود به کسی زنگ بزنم. الان که دیگه برنج گذاشتیم درست شد زنگ زدم به همه. دستتون در میگن هر جایی که جمع زیاده حاجت زیاد گرفته میشه. بله. بابا جمع میشیم بعد زحمت میکشن حاجت میگیرن دیگه. رو اون حساب اگرم من چه چیزی فاطمه زهرا الهی حاجت منم همین انشالله از سال دیگه انشالله یه دیگه بزرگ مثل اینم کنار بذاری زنده باشی انشالله حاجت رواشی انشالله که شما هم همیشه تنید سالم همه هم به همه خدا سلامتی بده قبول باشه انشالله. دست سایه فاطمه سمنو درست میکنه همیشه نزدیکای عید. الان زنگ زده که بیاین حاضر سمنوهاتون بیاین ببرین. بعد دیشب رفتیم هم زدیم بعد دیدیم که چجوری دارن درست میکنن. الان هم زنگ زده بیاین حاضر ببرین. منم میخوام به خاطر همین که قانون جبران رو رعایت کنم بچه های لاهینه رفته بودن شمال میخوام یه بسته کلوچه بهشون ببرم بریم که سمنوهامون رو بگیریم و بیاییم. این گلی که میبینین گل آفتاب گردون رو من درست کردم. اینا همش تخمه های واقعی هستن. این چند سال ما اینو درست کردیم؟ من 17 سالم بود دیگه. چند سالت بود؟ 17 ساله؟ 17 سالم بود. اینو با هم دیگه درست کردیم. یادش بخیر. کنم الان 22 سالشونه باشه. آخه ولی خیلی خوب. آره واقعا خیلی مد خوب شده ها اینا. حیفه فاطمه واقعا. فاطمه زده تو راه روش. قبلا تو خونه بود الان دیگه ولی کارای دست یه چیز دیگه است. نه برای عید زدم. آها. دوباره میذارم تو سالن. برای عید زدی بعدم برمیداری. راهرامو قشنگ دیده بشه. خیلی خوشگله. بریم بریم که سمنوها رو از طیب خانم بگیریم بیاییم. ما رسیدیم دم در طیب خانم اینا. سلام. حالت خوبه؟ قبول باشه. الان دیگه پخش نمی کنم صبح میذارم صبح دم که گذاشتم میخوابم تا ظهر بعد درشو سید خانم صدا میکنم خانم موسوی میاد درشو باز میکنه با چند نفر که کار کرده چون حق نیست که زحمت کشیده درشو باز میکنیم عکسایی که ازش گرفتیم و همه نگه داشتیم. دیشبم دعا خوندن بعد درشو باز کردیم بعد باز کردیم گذاشتم سرد شد تا حالا الان ریختیم تو ظرفا بعد ظرفا رو بشوریم انشالله بعد دست همه در ظرفا رو نکنه. جمع کردم هر کی ظرف داده یک بار مصرفانم برای اونا که یاد برو بی زحمت اونو یه هم دوستای ما هم ببینم منم میخوام فیلمشو بگیرم. اینو برای بهزیستیه البته باز یه چند کیلو کم داره میخوام از اونا بریزم باز دستتون در نکنه انشالله که قبول باشه. گفتم دیگه سال بچه دیگه های معلولم انشالله خدای اینو باید بفرستم برای اونا. اینا همش نظریه طیب خانم زحمتشو کشیده همشونو پخش میکنن واسه بهزیستی هم میگه برداشتم. Ben olmasın Tayyip ama Allah sen sağlık bedeni versin. İnşallah eləyə çarx quş dalam. Bax bir dənə də qaza bebilər məsələn biriləri biraz qaz. خب ما سمنو رو گرفتیم دستش درد نکنه ظرفمون رو پر کرد. الان میخوام بریم که گرم بخوریم. آره دستش درد نکنه جای بابا خالی. بابا عاشق سمنو هست. یادته پارسال آره. کلیبر خاله دنبال چه سمنو کاسه‌های خوشگلی می‌گشتی. داری. آره عالیه. نداره عزیزم. دیروز تو چیز بود توی بازار تجریش آره اونجا بود می‌خواستم دیدیم بگیریم بوی بعد سمنو گفتم میاد. آره رفتیم دیدیم دارم می‌پزن. عیدم مامان محمد از مرن میگیره ایشالله تو کلیبر هممون سمنو میخوریم. یه اونجا زهرا نزدودی مزه خوشمزده واقعا عالی. بیشتر از این هم شیرین باشه. نه دیگه اون موقع میشد که
طبیعیه دیگه، این خیلی طبیعیه. آره این طبیعی تر، خوشمزه است. خوشمزه. خب دوستای عزیز، مرسی که تا آخر این ویدیو با ما بودین. مرسی از نگاه های زیباتون. لطفاً کانالمو حمایت کنید. شما رو به خدا سپردم. خدا حافظ.